تو مسلمان، تو جوان با عزت و آبرومند مؤمن، تو صفحه تا مردار نساز، نجس نساز به قومیت پرستی، به تنظیم پرستی، به نشر عکسای لچ، به نشر مقوله های زشت و نادرست و ناروا، به دو دشنام و طعن و لعن. این صفحات تا بیارزش نساز، پر از گناه نساز که باقی میمانه، این باقی میمانه در صفحه. اطمینان داشته باش کدام کلام نشر میکنی، کلام حقیقت داره یا نه، فایده مند است. اگر کسی را مطالعه بکنه فایده میبینه یا نمیبینه. حلال میگیم، حلال افغانی یعنی اصل افغانی شیرین بیری افغانی چی بگم مگه چاکلتی مینو این سعی کنید خنده مالی متوکل از نه کس نده باشه. حالا ببینید سعی کنید بود سیده خود کاری باشه. خود دیگه کی صبرایتان کنه